استند خیلی نامرتبه و همینطور این کشوی آرایشی بین استندا رو با هم بشوریم و اینا رو تمیز کنیم و مرتب کنیم بزنیم سر جاش. دوتا استند مهمه برام، کار به بقیه ندارم. این خیلی مهمه چون وسایلی هن که خیلی استفادهشون میکنم و جاشون رو واقعا ندارم. میخوام یه سریاشون رو بذارم توی کشو. گذاشتم یه سم، بعد این استنداشون هم نیستن گذاشتم این که بشورم و خشک بشه، دوباره اینا رو بچینم توش. میکنم اینجا و بقیه هم همینجور. این دوتا هم خالی میکنم اینجا و میشورم بشون. اینم همینطور، اینم خالی میکنم. الان میزو بذارین از بالا هم بهتون نشون بدم. تو چنین وضعیتی هستیم. همه چیا رو ریختم اینجا که تمیز کنم، یکی یکی بذارم توی این استندا. زار خالی کردم، تمیزشون کنیم. هم خالی کردم، اینم تمیز کنیم که بعد اونای استندا که خوش شدن یکی یکی بچین داخلش. سبدان خشک رو دوردمشون تو بچینمشون. ماگه رو بذارم اینجا. یه دستمال می آوردم اینا رو تمیز میکردم قبل گذاشتم. خاک گرفتم. چیزایی که زیاد استفاده نمی‌کنم میذارم تو این. چیزایی که زیاد استفاده می‌کنم میذارم توی اون یکی. بعد جا بشه کنار اینا. جا شد. خب این دوتا هم میذارم اینجا. کنم خوب شد. اون یکی خواهم از این چیزی بردارم، چیزی اضافه کنم چون به شدت کم بوده جا مواجم. چیزایی که پلومپم میزنم توی کمد. چی بذارم اینجا؟
اینا رو میذارم ردیف اول چون زیاد استفاده میکنم. من این بر کشمون میذارم، نمیدونم یه چیزی کنه این بر کشمون قرار میگیره. چقدر خوش ذوق بودم من. فیلم گرفته؟ حواسم نبود فیلم قطع شد. چند لحظه صبر کنید اون پشت رو درست کنم. اون ماسک کنار این موسه جا به جا کردم. این سبدم هم اینجوری شد. این دوتا رو بذاریم تو باکس. این باکس پایینی رو بچینیم دیگه. آی دستم اینجوری شد. تا حالا اون کنارش هم الان وسیله رو میچینم نشونتون میدم. اینجوری شد. الان این طبقه هم میچینم نشون میدم دیگه. سعی کردم خیلی مرتب بشه و خیلی هم شد در نظر خودم. چه خوشگل شد. الان میخوام اون استند لوازم آرایشی که روزانه استفاده میکنم بذارم اونجا رو اون کتابا. الان میچینم میذارمش. اینم پایین یه سری چیزا رو اضافه کردم که جا مونده بودن. یه همین.